این قهوه منه و این خود منه. و میدونم اخیراً خیلی چاق شدم. مارال 22 سالمه و نزدیک 2 ساله که به انگلیس مهاجرت کردم. با قهوه رابطه عاشقانه‌ای دارم. تصمیم دارم در دانشگاه فیزیوتراپی بخونم و به ورزش خیلی علاقه‌مند هستم. جوان‌تر که بودم فوتبالیست بودم، اما قلم پام رو شکوندم و حالا گاهی شنا میکنم، گاهی میدوام، تنیس، باشگاه. این ویدئویی که میذارم اینجا یا عکس رقص مورد علاقه منه. خیلی چیزا هست که دلم میخواد امتحانشون کنم، مثل موج سواری، سنگ‌نوردی، اسکای دایوینگ، ورزش‌های برفی و غیره. من عاشق ماگ و لیوان و استکانم، خیلی دوست دارم. دایی که خیلی طولانی بود و خیلی خسته شدم بعد از اینکه کل آشپزخونه رو تموم کردم، اما انقدر نتیجهش رضایت بخش بود که واقعا به سختیش میارزید و بعدش که همه چیز خیلی تمیز شد لذت بردم و اینجا برای شما یه دونه قلب درست کردم که داره پرواز میکنه. و آره خلاصه این که مرسی که میبینید و ماچ بهتون. اگر میبینید که تونستید با من و ویدئویی که ساختم ارتباط بگیرید، یادتون نره که سابسکرایب کنید. برای ویدیوهای بیشتری که قراره روی یوتیوب آپلود کنم هیچ ایده خاصی ندارم و فقط سعی میکنم هر طوری که هست ویدیو آپلود کنم. حالا خیلی چارچوب خاصی نداره ویدیو گرفتنم یا ادیتم یا حالا موضوع خاصی بخواد داشته باشه، نه، فقط سعی میکنم که خیلی رندوم ویدیوهای مختلف بگیرم، ادیت کنم و آپلود کنم. بازم مرسی از شما که میبینید و دنبال میکنید و خیلی دلم میخواد یه چیزی باشه که برای بیننده باحال باشه و براش جذاب باشه و خیلی اینطوری نباشه که طرف وقتش رو تلف کرده باشه. حداقل اینکه یک احساس خوبی گرفته باشی از وقت گذروندن مثلا با طرف، با ویدئویی که شیر کرده. راستش اینجا نمیدونم چرا از زباله‌دان خداحافظی میکنم و این هست تصویر نهایی از آشپزخانه خیلی راحتی من. عاشق آشپزخونه‌ام، خیلی دوستش دارم، مخصوصا از وقتی که این دستگاه رادیو سلش پلیر رو آوردن توی آشپزخونه. کلا خیلی فانه هم کار کردن توی آشپزخونه با موزیک و خدا نگهدار.